دوستان سلام. دوستان امروز یه تعمیر موتور دویس 912 هواخنک داشتیم. موتوری که اکثرا کاربردش تو ایران خیلی گسترده است و خیلی هم تعمیر نگهداریش بلد نیستن. بی‌زحمت تشریف بیارید جلو. این موتورها به جای سیستم آب با سیستم هواخنک خنک میشن و یکی از علت‌های شایعی که زیاد بوش پیستون میچسبونن مثل این، نگاه کنید بوش پیستون رینگ چسبونده، به خاطر اینه که دور بوشاش کثیفه، تمیز نمیشه. اینجا همشون یه کاور داره. این کاور میبینید دو تا بنده رو بلند میکنی، بعد از موتور که موتور خنکه با آب میشوری دور بوشا رو سازلند و اینجا خنکا روغن هم داره. این موتور اگه اینجا شستشو بشه اصلا نیازی نیست که 10 سال بار هم باد بشه. موتور بسیار موتور خوبیه. موتور دویس 912 و 913 یکی از موتورهای کارایی و یک کاربردی ایرانه که روی میکسر، روی کاتر، روی آسفالت بره. ما تو مجموعه موتورهای دویس و موتورهای دیزل جنراتور هم تعمیر میکنیم به غیر از خودرو. من عمو کوروش با 40 سال سابقه نکات آموزشیمو در اختیار شما میذارم. امیدوارم که مفید بوده باشه براتون. قربونتون برم. یا علی.